میشه، کاملا ایگنور میشه. او بخش به نام کامنت یاد میکنه. یکی توسط نظامی علامت هش میگن نمیره وقتی من خیلی وقت فراموش کردم استفاده کردم هش و مولتی لاین کامنت، یعنی کامنتی که در چندین خط هست توسط نظامی تریپل کوت است دیگه. توسط نظامی شما مشخص میکنین که در بین از این کوت عدد لاینی که وجود داره کامنت است و کامپایلر قرار دسته که او را تبدیل به executable code for machine تبدیل به رقم کد کنه. خب این از هلو ورلد پروگرام و همچنان از کامنت. امکانش هستش که صفحه خودتون رو با کنترل پلاس یکم بزرگتر کنین؟ صفحه خود است؟ یکم ریز مشخص میشه. خود مشخص درست است. گوش میکنم. درست است؟ یکم بیشتر بکنین. بهتر است؟ یکم دیگه بیشتر کنین، یکم دیگه بهتر میشه. اوکی. خوبه؟ خوبه، بهتره. اوکی. خب اما رقم که میفهمین هر زبانی چه زبانی کامپیوتر باشه و چه زبانی ما و شما باشه، انگلیسی باشه، فارسی باشه، دری باشه یا پشتو باشه، نیاز به گرامر داره و نیاز به یک سری اصول و قواعد داره که ما وقتی که از اون زبان استفاده میکنیم باید را رعایت کنیم تا طرف مقابل بر اساس اون قرارداد وجود داره بفهمه که ما در مورد چی گپ میزنیم. در زبان برنامه‌نویسی پایتون هم ما در واقع گرامر خاصی خود داریم و برای شروع ما برای شما وریبل معرفی میکنم که وریبل چی هست. پیش از اینکه در گرامرهای پیشرفته تر بریم باید اول وریبل بفهمیم. از لحاظ تکنیکی وریبل یک لوکیشنی از میموری است که ما وقتی که به از او وریبل مراجعه میکنیم همیشه کامپیوتر اونمو وریبل به اون لوکیشن از میموری لینک میکنه. منتها یک نکته در اینجا وجود داره و اویی است که به دلیل اینکه ما دیتاهای مختلف را در میموری ذخیره میکنیم بر همین اساس اونمو لوکیشن میموری که وجود داره هم انواع و اقسام مختلف داره. برای مثال ما و شما ممکن است که یک اینتیجر را 1 2 3 4 رقم اعداد در میموری کامپیوتر ذخیره کنیم و یا فلوت ذخیره کنیم که مثل 3.14 است که یک عدد فلوت است، دسیمل نمبر داره. مثل این اینتیجر فلوت ما تایپ ها و یا اقسام های انواع و اقسام مختلف وریبلز داریم که شامل استرینگ، بولین، لیست، توپل، دیکت، ست. range is not is a variable type, but none is a variable type. اینجا یک مستیک داریم خب شما در نظر نگیرین. اینی دیگرانشان هست از تایپ یا انواع مختلف وریبل است و ما در هر کدام از اونا اونمو دیتای مختص به خود از او وریبل ذخیره میکنیم. ولی اگر در رمضان جان امکان هست اون ویدیویی که کنار صفحهتون هستن حذف کنین چون داره ضبط میشه کمی بهتر مشخص بشه. بله همون درسته. خب بله درسته. تشکر. یکی از اصولی که پایتون دیزاین بر اساس از دیزاین شده ای است که simple is better than complex. در صورتی که با برنامه‌های مثل جاوا و دیگر برنامه‌ها آشنا باشیم ما
پیش از اینکه وریبل استفاده کنیم باید مشخص کنیم، تعریف کنیم که وریبل تایپش چی هست. ولی در پایتون همچی پروسیجری را برای استفاده از وریبل نداریم. شما دایرکت میتونین یک وریبل برای مثال نام نیم country equal to افغانستان. اینمی خودش یک وریبل هستن و کی گفته میتونه که این وریبل تایپش چی هسته؟ داخل چت بنویسیم. داخل چت بنویسید. بود اگر کسی چیز نوشته کردن لطفا، ما فعلا چت نمیم، فقط صفحه خودم. اگر شما خیلی لطف کنید یک استرینگ میگن. استرینگ است. درست است. اینی استرینگ است و این خود از این کامپایلر دقیق مشخص میکنه که باید تایپ از چی باشه و شما را توسط فانکشنی به نام تایپ میتونین که بفهمین که تایپ از این وریبل چی است. استرینگ است. یعنی سوال بعدی ایج، به نظرتون این وریبل تایپش چی است؟ دوستان میگن اینتیجر. درست است، این دسته. و در صورتی که ما اینجا یک نقطه بانم، در این صورتی باید فلوت باشه. درست است. شما که این نقطه از اینجا بردارین، این اینتیجر است و اگر نقطه را بانین این میشه فلوت میشه. کل از این کارا به صورت، یعنی در واقع به صورت این زمینی اصولی که simple is better than complex، ما ایرا کامپلکس بسازیم، ایرا تعریف کنیم که این اینتیجر است، این استرینگ است. برای مثال مثل دیگه زمانه را که کار است در اینجا نیاز نیست. ما هر قدر ساده تر باشه برای ما بهتر است، استفادهش هم بهتر است. یک اصل دومی است که به نام دک تایپینگ میگه و شما میتونین وریبل رو با هم دیگه میکس کنین. خب بیشتر در مورد زود در سلایدهای بعدی کپ نزنیم. در اینجا برای مثال ما ایج داریم که 24 هستن. خب ما اینجا نوشته میکنیم ایج مساوی به 24 و همچنان هایت داریم، این مساوی است به 1.65 و ما اگه بخوایم همین دو دونه عدد با هم دیگه جمع کنیم، اگرچه از لحاظ منطقی درست نیست که ایج با هایت شما جمع کنین، ولی اگر در صورت که یک دو همین رقم عدد با هم دیگه جمع کنین، سوال ما این است که به نظرتان تایپ از این وریبل چی خود باشه؟ پیش از اینکه من رقم کنم شما جواب بدید. کدام جواب کس داره یا که این رقم گفتن فلوت. فلوت exactly. فلوت است به خاطر از اینکه چی است، هایت فلوت است و شما فلوت که با یک اینت جمع کنین، به خاطر از اینکه شما میتونین که فلوت تبدیل به اینت تبدیل به فلوت کنین و هیچ گونه اطلاعات از دست ندین، ولی در صورت شما برعکس فلوت تبدیل به اینت کنین یک مقدار از اطلاعات از دست میدین که همین بخش after floating point هست که شما او را از دست میدین و با اون خاطر این خودش تبدیل میکنه، میگه که یک چیزی که مثل مرغابی را میره و مثل مرغابی کوک کوک میکنه و نمو خودش مرغابی است. یعنی اینمی تمام پراپرتی هایی را که فلوت داشته باشد داره، با اون خاطر بر همون اساس تریت میکنه. این اصول نه تنها در اینجا است که تمام بخش پیشرفته دیتا استراکچرهای پیشرفته که شما استفاده کنین، دک تایپینگ یک بخش اساسی از برنامه‌نویسی پایتون است. خب در بخش بعدی working with numbers، راستی یک سوال از ارگانیزر، از گرداننده برنامه من دارم که من چقدر وقت دارم و چی زمان شروع کنم و چقدر وقت من بفهم که چه رقم با چی سرعت پیش بکنم.
چون که بر اساس ساعتی دقیقی که تنظیم شده بود پیش نرفتیم. دقیقاً خود ما 15 دقیقه دیرتر شروع کردیم. ساعت 7:45 شروع کردیم به تایم وقت اروپا و خود 45 دقیقه وقت داری، پس حدود نیم ساعت دیگه وقت داری. درست. و دیگه اینکه شما یک روب یا 20 دقیقه میتونین سوال جواب داشته باشین، میتونین چون سوال جواب رو دارین در حین چیز میکنین، در حین درس دادن میکنین، علاوه بر اون یک 20 دقیقه دیگه هم باز وقت دارین، چون ما نیم ساعت برای سوال جواب و بریک گذاشته بودیم، یعنی یعنی وقت سوال جواب رسید در آخر مرا لطفا خبر کنید. بازم اگر کسی سوال داشته باشه در اون زمان چی میکنیم؟ یک دیستاپ میکنیم، اگر سوال نبود باز تمام میشه. اوکی درست، تشکر. Working with numbers. ما اینال فهمیدیم که وریبل چی است و تایپ های مختلف وریبل فهمیدیم. اینال در مرحله بعدی رسیدیم که قد وریبل چی کارا کرده میتونیم. خب اولین نمونه از وریبل ها که زیاد مهم است اینتیجر فلوت است یا نمبرز است که ما همراه از اونا کار میکنیم و اپریشن هایی که برای از این وریبل ها بیشتر به کار برده میشه از شامل ادیشن، سابترکشن، مولتیپلیکیشن، دیویژن، پاور، فلور دیویژن، مودولس اپراتور و همچنان کامپریزن اپراتور است که شامل equal, not equal to, less than, greater than, less than equal to, greater than or equal to می باشه. خود درست است. استفاده از این اپراتورها بسیار ساده است. تقریبا نه تنها تقریبا که دقیقاً کل از این اپراتورها بر اساس از این کار میکنه که شما یا اپراتورها را سر دو وریبل اپلای میکنین و یک از وریبل ها در یک طرف است، یک از وریبل ها در طرف دیگه است. بر مثال r equal to a plus b، یعنی a جمع b میشه. البته یک تعداد از این اپراتورها خاصیت سیمتری داره، یعنی این همچنان a جمع b مساوی است و مساوی با b جمع a است، ولی یک تعدادشان یعنی سیمتری را نداره و فرق میکنه. برای مثال سابترکشن شما در نظر بگیریم که این خاصیت نداره و همچنان اینی اپراتورهای که در بخش کامپریزن آورده شده اینا ما بیشتر به عنوان یک اکسپریشن میشناسیم که نتیجه از اینا همیشه چی است؟ بولین است، یعنی true یا false است. true یا false خودش هم یک نوع وریبل است. مثلا a is less than b، شما در صورتی که کد را میکنید میبینید که نتیجهش فالس است. کل کامپریزن اپراتورها یک اوتپوت برای شما میده که همون اوتپوت از اینا بولین است و بولین از ما شامل ترو یعنی ترو و همچنان فالس است که با اینمی تی باید کپیتال باشه و اف باید کپیتال باشه و مابقیشان باید که سمال لتر باشه. قابل یادآوری است که پایتون یک زبانی کیس سنسیتیو است، یعنی شما کیسی برای بلا را باید در نظر بگیرید. در غیر از اون صورت ممکن است که برایتان ارائه بده. خب به او خاطر مرحله بعدی بولین اپراتورز بیشتر همراه از این کار میکنیم. اما رقم که گفتم بولین شامل این نظامی دو ولیوی ترو فالز هستند و استفاده بولین بسیار گسترده است در زبان برنامه‌نویسی پایتون. یعنی به خاطر از اینکه وقتی که شما یک برنامه رو نوشته میکنین هدفتان این است که یک پرابلم برایش سولوشن بدین و برای کامپیوتر بفهمانین که این سولوشن چه رقم است. باید به خاطر از اینکه برای مثال
اوریج نمرات یک نفر به دست بیاره باید اینمی کدام استپ هم مرحله به مرحله باید انجام بده تا اونمو نتیجه به دست بیاره. و او خاطر بسیاری از وقتها شما نیاز دارین که ولیو ها رو با هم دیگه کامپیر کنین و در نتیجه کامپریزن همیشه بر اساس ترو فالس باید اوتپوت مشخص کنیم. اینی مثال های هست که اگر یک مرور کنیم خوب است. فرض مثال هر بولین ولیو توسط آپریتر نات که تا بالا ذکر نشده میتونه که کامپلیمنت شود. در صورتی که شما کامپلیمنت کنید یک بولین ولیو را، هر چیزی که باشه کامپلیمنتش اگر صفر باشه یک بسته، اگر یک باشه صفر است، یا به صورت ترو باشه فالس است، فالس باشه ترو میشه. و اینی آپریترهای دیگه هم که داریم شامل اند است و آر است و که کارکردشان به این رقم است که در صورتی که هر دو طرف اند آپریتر ترو باشه ترو است و غیر از او فالس است. و این را شاید که شما خیلی بهتر از من بایستی آپریتر آشنا باشین. اور برعکس است، یکی از اینا بسیار ساده دیگه، یا ای ولی ترو باشه یا ای ولی ترو باشه. در حالت بسیار ساده شنید میرخم است و ممکن است ما کمک پیشرفته‌تر اکسپریشن داشته باشیم. دو از یک کلان باشه یا صفر از یک کلان باشه. خب بالاخره درسته، ولی هر دویشان همزمان نمیتونه ترو باشه. یک مثال مرحله تاپیک بعدی working with strings است. استرینگ چی است؟ استرینگ یک سیکونسی از کاراکتر است که ما بیشتر مثل تکست میبینیم و در اول country equal to افغانستان یک مثال از استرینگ بوده. استرینگ در پایتون از اهمیت خیلی بالای برخوردار است و فهمیدن از اینکه دقیقاً استرینگ چی کار میکنه کمک ما را کمک میکنه که دستا استراکچرهای مثل لیست و توپل و دیکشنری را بسیار راحتی همراهشان کار کنیم. اولی که استرینگ خودش ایندکس داره، یعنی شما در صورتی که نوشته کنین که country equal to افغانستان، اینمی استرینگتان ایندکس میشه از صفر شروع تا این لنت اونزمو استرینگتان هستن. و در صورتی که شما بخواین برای مثال در صورتی که بخواین کاراکتر سوم نظامی را پرینت کنین، فقط نوشته میکنین که چون از صفر شروع باشه باید یکی کم باشه و کاراکتر سوم میبینین که جی است. و یکی پوزیتیو ایندکسینگ است، یکی نگاتیو ایندکسینگ است. به خاطر راحتی کار، به خاطر شما راحت باشه، همیشه نیاز نداشته باشین که لنت استرینگتان حساب کنین و بفهمین که آخرین کاراکتر کدام است. پایتون نگاتیو ایندکسینگ هم در نظر گرفته که از -1 که آخرین کاراکترتان است شروع میشه. برای مثال آرتور، این هم اسکرین شات شده این نظامی لینک. -1 -2 -3 این رقم تا که در آخرین کاراکترتان اولین کاراکتر در واقع میرسین. این ایندکسینگ هست. خب یک چند تا از پرابلم هایی که میشه همراهش کار کنیم این است که بخی فراموش کردم که سلایسینگ برایتان یادآوری کنم. به خاطر از اینکه ایندکسینگ
برای استرینگ در نظر گرفته شده، شما به راحتی میتونین سلایسینگ انجام بدید. یک قطعه یا یک بروشی از امو استرینگ خود بگیرین. فرض مثال ما اینی 3 دانه وریبل داریم و در صورتی که بخوایم فرض مثال این دیستریکت از این فقط بگیریم، ما این لنت این از استرینگ میگیریم و در اینجا سلایسینگ بر اساس این از یعنی ما که من نامش یادم رفته، یعنی 2 نقطه سر هم در انگلیسی است، فارسی است چی میگن؟ حالا به فارسی نمیفهمم. فارسی ما هم نمیاد. یعنی لنت چی رقم؟ 2 نقطه سر هم همون است؟ 2 نقطه آره اوکی. اوکی. خب میبینیم که ما میتونیم به راحتی سلایس کنیم، فقط نیاز است که بفهمیم اما لنت سلایسی که میخوایم چقدر هست و میتونیم که از نگاتیو سلایسینگ استفاده کنیم. میگیم که فقط مثال منفی 4 امی 4 تای آخر برای ما سلایس کو یا بیشتر از او کل زمین ولایت بخوایم نامشه هنوزم کم است 7. در صورتی که خیلی زیاد شما نگاتیو ایندکس تان چی پوزیتیو باشه چی نگاتیو باشه اوت آف ایندکس شوه، شما نگاتیو اونم فقط آخرین چی را میگیره، آخرین ایندکسی که هسته در واقع نمیفهم باید چند شوه، لینت نظامی رو باید حساب کنیم و در اینجا بانیم و برایتان ایرار نمیده. اینجا منفی هم کار داریم به خاطر از اینکه اگه منفی نباشه خب این را مثبت در نظر میگیره و نظامو سلایس پر بعد. یعنی سلایسینگ یعنی میخوام که در استرینگ کار میکنه، در لیست کار میکنه، در توپل کار میکنه، در دیکشنری همچنان کار میکنه، در کامپریهنشن همچنان ولید است. این کاربردش که شما با سر از این کار کنین در وقتی که برای روز بعدی اینی استرینگ هایی که در اینجا داده شده شما ایرا با استفاده از سلایسینگ ریورس بسازین و میتونین که از اینترنت استفاده کنین، سولوشنی که پیدا کنین سرچ کنین که چطور کار میکنه بر اساس نگاتیو ایندکسینگ است. استپ داده میشه که چند دانه را شما سلایس کنین، چند استپ یعنی 2 دانه کاراکتر در هر استپ در نظر بگیره یا بیشتر از او. ما زیاد وقت ندارم، فقط دایی 45 دقیقه که 15 دقیقه هم سوال جواب است، فقط یک برای شما یک نشان میتونم که این یک چیز وجود داره دیگه، خودتان باید که جوینده باشید. یک سوالی از کس شرکت کننده پرسیدن، یک بار دیگه فرق لیست و توپل را برایشون بگیم. توپل هنوز یه نرسیم، در لیست توپل برسیم حتما برایتان فرقش کنید. هنوز در استرینگ هستیم، بعدی لیست هستیم. خب لیست اینجا شریف برایتان نمونه هایش نوشته کرده. لیست نمونه خم که از نامش پیداست، کسی اگه بره در بازار سودا بخره شما برش لیست میدین یا خودتان اگه باشین بینید لیست میگیرین این چیز کار است، این چیز کار است، این چیز کار است و این دمی لیستی که برای سودا میرین ممکن است که برای مثال اپل کار باشه، بنانا کار باشه، اورنج کار باشه، یا ممکن است که نوشته کنید که فرض مثال قیمتش باید این قدر باشه. به او خاطر لیست هم بسیار نزدیک به اونمو مایندست انسان در نظر گرفته این دیزاینرها عزیزان که میتونه یکی انواع و تایپ های مختلف از دیتا شما میتونید ذخیره کنید. ممکن است حتی یک کلاس داشته باشین، ابجکت از کلاس اجرا کنین و در اینجا ذخیره کنین و سلایسینگ اونمو رو هم کار میکنه که در استرینگ است. فرض مثال
fruits. اگر بخوایم که سومین الیمنت از را بگیریم یا موافقت ایندکس 2 رو میدیم و شما میبینید که اونو سلایسینگ مثل استرینگ است و در اینجا اونمو را برای ما سلایس کردن. همچنان بر اساس این نظمی دو نقطه بسیاری دو نقطه مهم است. البته شما میتونید که از کاما هم استفاده کنید و در صورتی که از کاما استفاده کنید استیپ و های دیگر را تعریف میکنید که امیدوارم که بعد از اینکه برنامه خلاص شد امروز برای فردا یک دفعه یک مقداری از این تعداد سوالایی که من اینجا دادم همراهشان کار کنید. به هر صورت نگاتیو سلایسینگ ما در اینجا همچنان داریم مثل اون از همون استرینگ واری هستم و از منفی یک برای مثال اینجا شما از منفی 4 میگیریم تا 5 شما میبینید که منفی 4 اگه شود منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 از همه اول بخی میگیره و 5 هم تا آخر از آخر هم خوب بخی تر میشه تا 2 را میگیریم. اپل و بنانا در این لیست ما هست. همچنان اینی فانکشن ها یا میتودات مستقیم از طریق استرینگ هست قابل دسترسی هست. شما این فروت که یک وریبل است تایپ شامل لیست است، شما میتونید با استفاده از اپند یک آیتم جدید در از اضافه کنین که برای مثال آلچی هست گریپ در اینجا نمانده گریپ از اضافه میکنیم و دوباره اگر همیره دو دفعه گریپ اضافه شده. به نظرتون چرا دو دفعه گریپ اضافه شده؟ به خاطر از اینکه ما این سیل دو دفعه رن کردیم و یعنی یک دفعه دیگه هم رن کنم سه دفعه اضافه میشه و چون وریبل در بالا تعریف شده اگر وریبل شما در اینجا تعریف کنین خب باز باید اینو گریپ یک کنم باید اضافه شده. اگر یادتان باشه گفتم وریبل یک میموری لوکیشن است. وقتی میموری لوکیشن شما جدید تعریف میکنین باز این در یک جای جدیدی پوینت میکنه، یعنی اگر دست جدید است وقتی که در بالا تعریف کنین و دیگه تعریف نشوه همیشه در همون لوکیشن ارجاع داده میشه و هر قدر که چی کنین اون دمو لوکیشن دوباره دیتایتان تغییر میکنه. رمضان جان یک سوال است، میگن اگر سینگل کوتیشن استفاده کنین با دبل کوتیشن چی فرق دارد؟ فرق نداره، هیچ فرق نداره. فقط استرینگ شما میتونین که قد سینگل کوتیشن یا قد دبل کوتیشن مشخص کنین. یعنی ما از اول مثلا نگفتم استرینگ یعنی که شما این مستقیم گریپ نوشته کنین خب این باید به عنوان یک وریبل دیده شود و به خاطر این وریبل وجود نداره و شما از سینگل یا دبل کوتیشن استفاده میکنین تا مشخص کنین که چی اینمی یک استرینگ است. هیچ تفاوت نداره. خب بیشتر از این همراه لیست کار نمیکنیم. یعنی میتودایی هست که پاپ یک الیمنت حذف میکنم. اگه سوال اگر من از شما پرسان کنم به نظرتان کدام الیمنت حذف باید بکنم در لیست؟ واضح است که باید الیمنت اول حذف کنه یا الیمنت آخر حذف کنه و الیمنت آخر حذف میکنه، چون در لیست هم که ما یعنی کامن سنس همین میگه یک چیز حذف کنیم باید از آخر حذف کنیم، اون کسی از اول حذف نمیکنه و خاطر این پاپ در صورتی که مشخص نشه این الیمنت از آخر حذف میکنه. بیشتر همراهش که دقیقاً چه رقم کار میکنه دیگه چه رقم پارامترها رو میتونید بهش پاس کنین خودتان برای خود جستجو کنید. خود چطور اینپوت از کنسول بگیریم؟ توسط فانکشن خود فانکشن اینپوت هست که ما یک وریبل تعریف میکنیم name equal to اینی فانکشن هم یاد داشته باشین که این ولیو را از شما میگیره
و اینی نیم اینی اگر در مرحله چیزی دیگه شما چکن میبینید که استرینگ دسته و امو ولی که پاس کردیم برش امو ولی را ذخیره کرده. خب درست است. مرحله بعدی یا تاپیک بعدی کنترل فلو است. خب ما و شما تا اینجا فهمیدیم وریبل چی است، تایپ وریبل فهمیدیم. علاوه از اینکه داده اپریشن ها رو امروز آشنا شدیم که میتونیم امروزشون کار کنیم، مخصوصا امروز نمبرز، ادیشن و سابترکشن و ایتسترا. و بعد همراه استرینگ و لیست آشنا شدیم، فهمیدیم که سلایسینگ چطور انجام میدیم، نگاتیو سلایسینگ و یک تعداد فانکشن هایی که دایرکتلی اکسسیبل است توسط استرینگ. هم فانکشن هایی داره که شما دایرکت توسط اون استرینگ بزنین نقطه این اپراتور خودش به نام اپراتور یاد میکنه، او فانکشن ها قابل دسترس است و معمولا اگر شما نیم دات در صورتی که شما نمیفهمم در ویندوز چی هست ولی کپشن نه همه اسپیس تریپل اسپیس که میده اینی را که شما بزنین تمام فانکشن هایی که در دسترس هست توسط اون نظام وریبل برایتان لیست میشه و البته باید که یعنی قوس باز قوس بسته اینی را در نظر بگیرین. نوع فرض مثال من اینجا نام خودم نوشته میکنم، حرف اولش کلان است، بعد چک میکنه که از لوور است یا نیست. فانکشنی داریم همچنان به نام لوور که او تبدیل به لوور کس میکنه. خب باز شما بیشتر explore it for yourself. کنترل فلو مرحله بعدی است که ما باید با استفاده از کنترل فلو مشخص می‌سازیم که کدام بخشای از کدی که ما نوشته کردیم باید اکزیکیوت شود. در صورتی که یک کاندیشن ساتیسفای شود یک قسمتی از کد اکزیکیوت شود، در صورتی که نشود قسمت دیگه. برای مثال اینجا ساده ترین نوعی از کنترل استراکچر را براتون معرفی میکنیم که if else است. یعنی در فارسی میتونیم بگیم اگر اینی کاندیشن و غیر از اون کاندیشن دیگه. برای مثال شما اینجا از یوزر میخواین که یک اینپوت برای شما بده و در صورت پلندروم است، یک چیز برایتون پرینت کنه، در صورتی که نیست یک چیزی دیگه پرینت کنه. ما اوینج یک سولوشن برایتون آوردی دادیم ریورس ایکوال یعنی ایکوال کس همیشه اگر یادتون باشه اوتپوت از کس بولین است که ما برای if همیشه اکسپرشن استفاده میکنیم که اوتپوتش بولین باشه. ما میگیم که print palindrome else print not palindrome. اینی اولین و ساده ترین کنترل استراکچر است که امروز آشنا میشیم. و یک نکته دیگر هم در اینجا توجه کنید که پایتون بر اساس ایندنتیشن کار میکنه و وقتی شما یک استیتمنت داریم یا یک قطعه از کد داریم، کدی که در مقابل از او پوینتر از او قرار داره و او ایندنتیشنش یکی بیشتر است، یعنی در واقع کل از او کد زیر مجموعه اون نظامو ایندنتیشن اصلی میاد. در صورتی که برای مثال اینجا هر قدر کد دیگه که شما داشته باشین بر اساس داینامیک ایندنتیشن باشه اکزیکیوت میشه. یعنی ما یک دفعه چک میکنیم نان پلندروم چطور اینجا چطور شد، چطور ما فهمیدیم که پلندروم است. دوباره براتون ران میکنم که مطمئن شوین که کار میکنه not پلندروم. اینی بر اساس سلایسینگ کار میکنه که ما میگیم از اول تا آخر و همچنان استیپش ماینس 1 میگیریم از آخر شروع کو و ببین که استیپ
یکی یکی بیا و اونم خودش در واقع از آخر شما هر استرینگ شروع کنین و یک دانه پیش بیاین هم تبدیل میشه به اون ریورسیبل از اون استرینگ. در صورتی که شما کاندیشنتون زیادتر باشه از if elif و else استفاده میکنین. if برای مثال یک عدد شما از داشته باشین great و این خب یک عدد باشه و شما میتونین با استفاده از if اینجا کاندیشن تون بانین باز کوتیشن و نمیفهم یک تعداد یک مقدار کدی که در اینجا هسته و elif کاندیشن بعدی و کدتان و آخر else باید بیاید همچنان با نظمی دروخته و کدی که در اینجا کار هسته. ما بیشتر از این کار نمیکنیم بخاطر وقت ما قدر زیاد نیسته. لوپس و مشخصا فور لوپ مبحث بعدی هسته. ما یگان وقتا میشه که یک بلاک از کد میخوایم بارها و بارها اکزیکیوت کنیم تا یک کاندیشن ساتیسفای شود و یا اینکه ما یک بلاک از کد بارها و بارها اکزیکیوت میکنیم تا که اونمو الیمنت هایی که در نظر داریم کلشان پروسس شود. با اون خاطر دو رقم فور لوپ داریم. یکی فور لوپ زمانی استفاده میشه که تعداد و نمبر لوپی تعداد و نمبر number of times that you want to execute the code is known. معلوم است، یعنی از پیش معلوم است که شما 10 لوپ دارین، 10 ایتریشن دارین یا مثلا 5 ایتریشن دارین. به اون خاطر the for loop for each item in sequence تا زمانی که آخرین آیتم نرسیده شما اینمی کد یا استیتمنت اکزیکیوت میکنین. در صورتی که آخرین استیتمنت رسیده بود باز شما از لوپ خارج میشین. که یک مثال میتونه که country for C character in country. یعنی یک فور لوپ است print C. میبینین که کاراکتر یعنی تعداد اگه شما از اول میفهمین که تعداد لوپتون چقدر است و این تعداد لوپتون مساوی با این لنت نظام کانتری است و یک بلاک از کد که اینجا فقط اون کاراکتر پرینت میکنه ما اینجا اکزیکیوت میکنیم. میشه شما اونمو ریورس، یعنی اگر زبانه مثل جاوا یا سی و سی پلاس پلاس باشه شما به خاطر اینکه بخواین یک استرینگ ریورس بسازین از لوپ استفاده میکنین. میگیرین اونمو کاراکتر هر کدام دانه به دانه ذخیره میکنه و از دوباره ریورس میسازین. و در صورتی که number of times that you want to execute the statement is not known یا تعداد دفعاتی که میخواین همون استیتمنت اکزیکیوت کنین یا اجرا کنین معلوم نیست، در اون صورت شما از while لوپ استفاده میکنین. while یک کاندیشن نیاز داره که شما کاندیشن رو تست میکنین هر مرحله و در صورت کاندیشن ترو باشه اونمو کدتون دوباره اکزیکیوت میشه و در صورتی که نباشه اکزیکیوت نمیشه، از لوپ خارج میشه. بیسیک وایل لوپ ما میگیم که وایل ما میفهمیم که یک نمبر این مسائل صفر یک نمبر تا زمانی که از 10 خورد است ما اون نمبر پرینت میکنیم. بعد این نمبر مساوی با این پلاس 1 میزنیم از صورتی که اینکریمنت نشه و اینمی کاندیشن هیچگاه
ترو نخواهد بود و در اون صورت کامپیوترتان باید که کرش کنه دیگه، چون که یک کد وریش میدیم که برای به نهایت قرار است که او را اکزیکیوت کنه. انالی را چی میکنیم تا نوره و از زمانی که این کاندیشن است که معلوم است از 10 که چی شد کلانتر شد بعد ای خارج میشه. در اینجا خب شاید بگویند که این معلوم است تعداد دفعات که ما میخوایم چی کنیم. خیلی وقتا میشه که معلوم نباشه این کاندیشنتان یک چیز دیگه باشه. فرض مثال شما میخواین یک لیست بسیار طولانی دارین 100,000 یا امی استودنت پارتیسیپنای از خود از این ورکشاپ در نظر بگیریم. شما میخواین کل کسایی که اسمشون با اس شروع شده پیدا کنین و یا میخواین اولین نفری که با اس شروع شده پیدا کنین. وقتی که اون نفر پیدا شد دیگه لوپ میگین خارج شو از لوپ، اون نفر نامش مشخصاتش بگیره و از لوپ خارج شوه. یا فرض مثال کنکور در نظر بگیرین، میخوایم که اول نمره کنکور کد نوشته کنیم که اول نمره کنکور پیدا کنه، لوپ نوشته میکنین، تعداد دفعات که قرار است کد اکزیکیوت شود معلوم نیست، فقط هر مرحله چک میکنیم که نمره از چقدر است و وقتی که فرض مثال 358 بود نمره لوپ را اکزیت میکنیم. یکی از راهایی که میتونین خارج شدن از لوپ کنترل کنین بریک و کانتینیو هستن. کانتینیو کسم فقط میره لوپ دوباره کاندیشنش اکزیکیوت میکنه، دست کاندیشن باشه یا دست فول لوپ باشه اما ایتریشن بعدی میره و بریک کاملا از خود لوپ خارج میشه. بازم explore it for yourself. من بیشتر در اینجا وقت نمیگذارم به خاطر که بسیار موضوعات اساسی و مهمتر هستند که شاید در روزهای بعدی اگر امروز آشنا نباشین مشکلاتتان خیلی سخت‌تر باشه تا اینکه شما بریک کانتینیو رو نفهمین. خب لیست و کامن متدایی که وجود داره در اینجا لیست شده. ما خب امروز لیست کار کردیم، فقط دیپ دایو خلاصه شده اینجا هستن. دیکشنری ما داریم به علاوه لیست ست داریم، توپل داریم، دیکشنری داریم. ست و توپل و لیست خیلی مشابه همدیگه هستن ولی هر کدومشون تفاوت خاص خود داره. ست اون رقم که از نامش پیدا است شما هیچ گاهی نمیتونین که ما این قدر مختصر دادم هیچ گپ نمیزنم به خاطر که وقت نیست، نمیتونین دوپلیکیت ولیو در ست داشته باشین. وقتی که امور هم دیتا استراکچر کار دارین ست استفاده کنین. و توپل تفاوتش با لیستی است که ایمیوتیبل است. به معنای از اینکه شما وقتی یک توپل ایجاد کردین اونمو توپل دیگه نمیتونه که چی شوه مودیفای شوه. اونمو المنتی که وجود داره اونمو المنت داره و در صورتی که شما او را بخواید مودیفای کنید باید که یک وریبل جدید تعریف کنید و وریبل جدید او وریبل نیست که در اولین مرحله که توپل تعریف شده به کار برده شده. کسایی که در پروگرامینگ کار میکنن میفهمن که چقدر مفید است که شما دیتا استراکچر مثل ست داشته باشین و دیتا استراکچر مثل توپل داشته باشین. دیکشنری یک کمی متفاوت تر است ولی بازم خیلی مشابهت های خود داره که استفاده از دیکشنری را برای ما آسان میسازه. اولی که یک کی داره و یک ولیو داره و کی در دیکشنری باید یونیک باشه و نمیتونه که دو دانه کی ولی باشه. در صورتی که شما کی ولی را دو مرتبه استفاده کنین و کی را دو مرتبه استفاده کنین، فرض مثال نیمه و هر دفعه او را با ولی های متفاوت ریفرنس بدین اونمو آخرین ولی را میگیره. و این هم مثالایش هسته. میتونین اد کنین، میتونین اپدیت کنین و امروز خودتون بیشتر آشنا شدین. توپل، sets, dictionaries, similar, please explore it for yourself. خیلی مهم فانکشن هستن. ما یعنی در کمکی تغییر دادم. معمولا کامپریهنشن در
در زیر کاتگوری فانکشن نیست، ولی ما برای از این تاک همین رقم در نظر گرفتیم. کامپریهنشن در واقع این را به چی هم یاد میکنه؟ این لاین کدینگ. شما یک لیست مثلا ما در اینجا یک لیست هم داریم، ما اینمی لیست را نظر میگیرم، لیست آف بویز هستن. اینمی لیست شما در نظر بگیرین. کامپریهنشن میگیم که بویز names first C مساوی است با این لاین کدینگ. N for N in boys names. یعنی در صورت که شما یک لوپ نوشته کنین و برای از لیست از این لوپ در نظر بگیرین، مطمئناً که یعنی را ما همینجا برای کانی بخیل میکنم اکسل انسرت میکنم print اینی رو تعریف نکردیم، ما هیچ تعریف نشده. خیر است این یک دفعه کامنت میکنم. میدم یعنی تا خود از این چیز هست اینجا. میبینید که هر دفعه این در واقع یک از این نام هست در لوپ اگه شما استفاده کنین، ولی اگه شما در کامپریشن استفاده کنین همچنان امو رقم یک موضوع دقیق است. ولی ما اینجا میخوایم فقط همون کرکتر اولش بگیریم، هم سلایسینگ میکنیم در اینجا، اما اولین کرکتر رو میگیریم و بعد ایرا اینجا پرینت میکنیم. این فانکشن استفاده میکنین ولی بسیار محدود در جای مشخص استفاده کنین. خودش یک نوع فانکشن است، شما میتونین البته به صورت فانکشن هم استفاده کنین. این میره اینجا فانکشن تعریف میشه قدیم کیورد def نام فانکشن first c و بعد اینه برای مثال برای پاس میکنین، میگیم که ریترن کنه و اولین کاراکتر از نام که بهش پاس میشن فرست سی. یعنی ما رقم اینی را جایگزین میسازیم با فانکشنی که خودیم تعریف کردیم. البته این تغییر نیامد نه، ولی اگر این فرست کاراکتر از این را تغییر بدم میبینیم که تغییر وجود داره. یعنی چی فانکشن خود استفاده کنیم، چی و از بیلین فانکشن استفاده کنیم که سلایسینگ و ایندکسینگ هستن، هر دوشون یک چیز هستن. خب پس در فانکشن تعریف میشه قد کیورد def نام فانکشن نمیتونه با اینتیجر شده، یعنی یادتان باشه در این صورت اینی که اشتباه هست. و همچنان از اپراتورها نمیتونین در نام فانکشن استفاده کنیم. مثلا شما اینجا ماینس بزنین دیگه کامپایلر گیت میشه هیچی هست دیگه، میخواد چیکار کنه فرست فکر میکنه وریبل است و میخواد از این فانکشن دیگه رو والیوش رو منفی کنه. غیر از او از اندرسکور استفاده کردن میتونین و بسیار معمول است که در نام فانکشن ها از اندرسکور استفاده کنیم. بعد اینمی دو نقطه و بعد از دو نقطه کل بادی فانکشن کسا ایندنتد، یعنی اینمی فاصله ای که از اینجا ایندنتیشن میگن، یعنی این فاصله باید حفظ شود تا اونم کد برای ازمی در نظر گرفته شود، برای بادی ازمی فانکشن در نظر گرفته شود. ما امی را تبدیل میکنیم به یک فانکشنی که add to n یک یعنی دو return یک پس دو و اینی رو میتونیم بعد در اینجا کال کنیم. چه رقم کال میکنیم؟ دو دونه نمبر برای زیر اون میکنیم 4 و 5 و 9. البته میتونیم به جای از این وریبل ها دایرکت برای ولیوها دایرکت وریبل تعریف کنیم. 5 این یک 5 این 3 مساوی سر فرض مثال 50 اینجا این یک و این 3 اینجا 5. ما همچنان
optional variable داریم. یعنی پارامترهای هست در آخر اینا به نام پارامتر یاد میکنه که درجه پاس میکنید. شما میتونید که optional باشه. برای مثال int if equal to false در صورتی که اینجا میتونیم if استفاده کنیم. در صورتی که int if false باشه این کد execute کو و در صورتی که float باشه برای مثال else میگیم که این یک فقط جمع یک عددی از پیش تعیین شده. خب یک مثال هستم که البته چیزی نوشته کردم ولی شما میتونید ببینید که این کست اپشنال است و شما میشه که شما اینمی را تغییر بدین و در اینجا ایرا مثال true زدیم دیفالت والیوش اوورراید کنیم و اگر نباشه هم این وریبل مشکلی وجود نداره ولی هر دفعه یک بخش متفاوت‌تری از کد ما کسته اکسیکیوت میشه بر اساس این اپشنال وریبل. بسیار یک هندی فیچر است وقتی که میخواین برای تاسک‌های مختلف انجام بدین. نگم جای کار است وریبل دیفالت کار نیست، اگر دیفالت کار است. لامدا فانکشن هم یک فیچر بسیار مشخص است که در پایتون است و دیگه من خودم تحقیق باید ندارم که در جاوا یا سی سی پلاس پلاس باشه. در جاوا شاید باشه ولی در سی سی پلاس نظرم نیست. و شما در اینجا این فانکشن هم با کیورد لامدا استفاده میشه. پارامترهایش مشخص میکنین و عملیه که قرار است از این پارامترها انجام شود این عملیه را مشخص میکنیم. چقدر وقت داریم؟ بفرمایید. خودت 14 دقیقه وقت داری؟ بخش سوالات داریم. اگر باش سوالات میشه مطرح کنم و مسئولین میتونن که اجرا کننده ها میتونن که کارخونه اکسرسایز ها را پیش خود بعداً کار کنن. آره درست است. یک چیز دیگه اینه که رمضان جان اگر فرصت شد درشون کلاس رو هم کمی توضیح بدین چون در بخش بعدی ممکنه استفاده شده. اگر فرصت بود خیلی کوچیک اشاره کنین ولی اگر خودشون باز روی مفهوم کلاس توی پایتون مطالعه کنن خیلی مفید هستن. بسیار کاربردی است. درست است. خب سوالا رو ببینیم که چه رقم سوال چه رقم است؟ داریم سوال نداریم؟ ما فقط اسکرین خود میبینیم به تعداد اگر کسی سوال پرسش داره میتونه دست خود بلند کنه یا یگان سوال بپرسین بغیر از چت که ما صدای شما رو بشنویم یک کمکی انرژی بگیرم. آدم که در صنف ما تجربه تدریس خیلی زیاد دارم. در صنف درس میتی و با اینکه ورچوال است یه چیزی نمیبینی احساسی یک سوال است رمضان جان. سمیرا سوال دارن میگن که درباره لارج لنگویج مدل صحبت میکنیم در اینجا؟ در اینجا نه. در اینجا صحبت نمیکنیم ولی دیگه لارج لنگویج مدل تخصص خودم است ولی در اینجا ما خدمات پایتون صحبت. در روز دوم لیلا در رابطه با لارج لنگویج مدل صحبت میکنه. نمیشنیم بیشتر. عبدالله احمدی سوال پرسیدن ما متوجه نمیشم. با پیشن شما میتونید بخونید؟ عبدالله باش من خودم میبینم. عبدالله احمدی در لامدا فانکشن آیا میشه باید کیورد لامدا باید ذکر کرد؟ آره باید کیورد لامدا ذکر شد. اگر کیورد لامدا ذکر نشود
به اون خاطر نامش مانده، یعنی بر اساس زمون لامدا فانکشن تعریف شده. اینی را حال نام از این اگر تو از اینجا حذف کنی، خب این میشه یعنی کامپایلر این را مثل چی میبینه؟ مثل اساینمنت میبینه. خب قرار است یعنی ولیوها در ازی اساین شوند و همچنان اینجا دو دونه نقطه سر هم میبینه و باید که ولی ایرر بتکنی دو نقطه سر هم اشتباه است. این چیکار میخوای بکنی؟ و ایکس وای هم اگه تعریفش باشه خب درست است. این ایکس وای را در ازی اساین میکنه، ولی اگه نباشه خب اساین هم نمیتونه بیان. اگه ایکس وای شناخته نشده. نعمت الله رویش در سینتکس اوکی درست است. باش ما ای کد کجا شده؟ نه اینجا براتون تشریح نکنم. میرد یعنی اینجا میبریم. خب اینی استیپ هست. خب استیپی که شروع میکنیم از به صورت عادی ما the slicing باش کنترل ما the slicing داریم که شروع اینجا شروعش به مثال و ختمش که FG هست که در اینجا شروع. ما میتونیم که استیپ از این مشخص کنیم. دقیق یادم نمانده و خیلی از دو نقطه باز استفاده میکنیم و از یاد خودم نرفته باشم. آره این ما میگیم که از در حساب سلایس، یعنی دو نقطه اول که سلایس هم مشخص میکنه که از اول الی آخر، بعد اینی نقطه شروع را مشخص میکنه. نقطه شروعی که سلایس باید انجام شود که اینجا آخرین است و فکر کنم که امیر رقم است ولی دقیق یادم نیست. اینمی شاید که چی باید این رقم باشه که استیپ و دایرکشن استیپ هم مشخص میکنه. شما دور اگه بزنین میبینین که استیپ تان دو است و دایرکشنش هم منفی است. از آخر اون دو استیپ پیش میره. اگر این مثبت بسازین خب میبینید که از اول پیش میره ولی دو استیپش است. اف بعد دو دونه بدترش جی است، دو دونه بدتر از او باز دوباره این است، دو دونه بدتر بعد از او دوباره اس است و دو دونه بدتر از اس دوباره ای است. درست است؟ هم استیپ هم مشخص میکنی هم دایرکشنش هم مشخص میکنی و میتونین که فرض مثال استیپ تون یک است، دایرکشنش هم از طرف آخر است. این رو هم برعکس میشه و میشه که مثال 3 باشه، یعنی از آخر دایرکشن سلایسینگ تون ولی استیپش 3 است که اول این است باید باشه اول است، بعد از 3 دانه بدتر کسته که خود از این حساب میشه 1 2 3 یعنی بعدش اس است و بعد همچنان h است.
عزیز سوال. اه، یک سوال مهم دیگه هم داریم از محمد سرور علیزاده. برای یادگیری ماشین باید پایتون را مکمل بدانیم، متخصص باشیم یا بخشی از زبان پایتون کافی است؟ برای یادگیری ماشین به نظر از ما دو چیز خیلی تجربه که خودم دارم، دو چیز خیلی مهم اساسی هستن. پیش از اینکه پایتون داشته باشی باید پرابلم سولوینگ یاد داشته باشی، چون پایتون تو وقتی خودت سولوشن فکر میکنی و میفهمی سولوشن چه رقم باشه، بعد اینو میدی برای ماشین که انجام بده. و برای از اینکه تو پرابلم خود بفهمی، خب ریاضیات کار است. ریاضی رو باید خیلی خوب بفهمید تا اما پرابلم سولوشنش پیدا کنه بتونید. بعد سولوشن چطور برای کامپیوتر میده، خب بدون پایتون ممکن نیست. ولی با یک کورس، یک اینترودکشن چیزی شما میتونید شروع کنین، میتونین همزمان پایتون یاد بگیرین و همزمان ماشین لرنینگ یاد بگیرین. من مشکل نمیبینم. بسیار خوب. به نظرم وقت سوالات تمام شده باشه. کلاس معرفی کنیم اگر خودت ادامه بدی برای کلاس یک معلومات به نظرم کلاس یک اسکیل چیز مهم است که باید در پایتون آدم یاد داشته باشه. اینجا یک دانه اگزرسایز ماندم برای کسایی که بیشتر علاقه‌مند هستن که همین موضوعات را که ما امروز کار کردیم باشن کار کنن. این اگزرسایز باز پیش خودتون مرور کنین. همچنین این ریسورس هم ماندیم در اینجا. به علاوه اونم ریسورس اولی که ذکر کردم از دانشگاه استنفورد، خیلی ریسورس عالی هستن. برخم ریسورس کم پیدا میشه، یعنی تو پایتون خیلی کم پیدا میشه که اون در آنلاین دسترسی بکنه. کلاس بسیار راحت توسط کیورد کلاس تعریف میکنین، یک نام بچه در نظر میگیرین. برای مثال نامش ابریویشن ورکشاپ ما چی هسته؟ Machine Learning Workshop for Afghanistan. Machine Learning Workshop for Afghanistan. این نامش هسته. خب بعد دو نقطه اینیالی بادی کلاس در نظر گرفته میشه. معمولا کلاس یک دانه چی داره؟ کانستراکتور میگن که شما باید همیشه کانستراکتور رو تعریف کنین که وقتی کلاس تعریف اینیشیالایز میشه باید اول این کانستراکتور کسته اکزیکیوت شود و دو دانه اندرسکور آینیت، بازم دو دانه اندرسکور و بعد پارامترهایی که قرار است از این پاس شود. یکی از پارامترهایی که حتما باید پاس شود خودی از این کلاس هست، سلف اگر نباشه شما بعد متدا و والیوهایی که در اینجا قابل دسترس هستن باز در از دسترسی نخواهد داشتیم. ما اینجا دیتا در نظر میگیریم و بر مثال دیتا در نظر میگیریم و نیم در نظر میگیریم. این طبق اینیشیالایزیشن میخوام داشته باشیم. بعد سلف یعنی سلف بازم اونمو وریبلایی که میخوایم اتچ باشه در نظامی کلاس وقتی که objectش جور میشه در مو object در وقت باید اتچ باشه. date equal to date و self dot name equal to name. میخوایم اینیشیالایزیشن از این میقدر ساده باشه و بعد یک دو دانه فانکشن هم تعریف میکنیم که میگیم که print name. این print name فانکشن هست که ما میخوایم تعریف کنیم. print self name is self dot name print date is self dot date. اگر متوجه شده باشین کلاس از خود پراپرتی داره که عبارت از دیتا و متد است. اینا را ما میتونیم که البته این وریبل‌های دیگر ما میتونیم بین داشته باشیم name underscore equal to name، ولی اینی کس مربوط کلاس نمیشه. تمام وریبل‌هایی که میخوایم مربوط کلاس شود باید که برای خود از ما کلاس او را توسط کلمه سلف اساین کنیم و یعنی
اینجا ما باید که کلمه سلف داشته باشیم، در صورت که نداشته باشیم بعد اینی رو اینجا استفاده کنیم، باید که این برای ما ارائه بده. و دنیال اینی کلاس داریم، یک کلاس بسیار ساده است. ما ایرا اینیشالایز میکنیم، میگیم که workshop equal to MLWA، خود دو دانه نامشا میگیم که اول دیت است، امروز تاریخ است 2025 سال است دیگه. بعد نام از ورکشاپ است ماشین لرنینگ ورکشاپ فور فیزیکس استودنتس. لا امیر کنیم که هست یا نیست، در خیالم هم نیست، ولی ببینیم که چیکار میشه. و این یک آبجکت اینیشالایز شد از این زمین کلاس و شما میتونین که اینجا یک مشکل وجود داره، ما دیتا میشه کنیم اینجا دوباره وارد میزنم. یعنی کلاسی که خودتون جور میکنین، کلاسی که بیلدین است، اگه بخواین میتودایش هم تست کنین اونمو یادم رفته این نام از کیورد که بالای کپیتال است، خب برس از اینی میره که شما کلیک کنین که تریپل اسپیس میدم. میتودایی که وجود داره برای از اونمو کلاس قابل دسترس هستن، مثل از که اگه یادتون باشه استرینگ کانتری استرینگ شما چه میکنین، یعنی میتودا اینی در واقع استرینگ خودش کلاس است. خب میخوام تولید دیزاین شد که استرینگ کلاس است، از خود یک سری میتودا داره، میخوام آینت داره، کانستراکتور در واقع داره. میخوام شما خودتون میتونین مثل استرینگ و یک دیتا استراکچر با وجود بیارین، میتونین که کلاس برای مقاصد دیگه که مثلا ماشین لرنینگ است، ترینینگ است، برای از رقم مقاصد استفاده کنین. در اینجا منیال ورکشاپ منیال دو دانه دیتا داره که ما اینجا میتونیم ببینیم دیت و میبینیم 2025 و نیم مثلا این ورکشاپ فور فیزیکس استودنتس. در اینجا چی ندارم، اما نیم اندرسکور قابل دسترس نیست. ما شما پرینت نیم داریم دیتا داریم، ولی پرینت نیم اندرسکور نیست. به خاطر از اینکه ما ایرا نگفتیم که ای چی هست. اگر شما این میاره سلف بزنیم، این دوباره ایرا رن کنیم، باید که نیم اندرسکور هم باید که قابل دسترس باشه. نیم اندرسکور چیزایی که در مورد کلاس مهم است یا سوال که در مورد کلاس باشه، یعنی بسیار یک سیمپل اینترودکشن تو در کلاس است. البته مثل که در جاوا و زبان‌های اوبجکت اورینتد دیگه وجود داره، ما میتونیم که انهریتنس و ایگفا را داشته باشیم، پلیمورفیزم داشته باشیم که زمان کافی برای از اونا نیست، چون که بسیار موضوعات عمیق‌تر است از نظر به اینترودکشن ساده که ما داریم. ولی شما میتونین این را بسیار تشکر رمضان جان. به نظرم وقت ما به خاطر بخش امروزی فاندامنتالز آف پایتون فور پروگرامینگ خلاص شده. یک تعداد سوالات داریم در چت از طرف سمیرا رضایی در رابطه با کلاس، از طرف حبیب ارشاد. اینا رو میشه خودت در همین چت باشیم بدی. من فکر میکنم که الان چون فرصت نیسته، چون از ساعت 9 هم گذاشته، ما به 5 دقیقه استراحت بدیم و کلاس بعدی رو که مال لیلا است و شروع کنیم خیلی بهتر است. امکانش هست رمضان جان ما ایمیل شما رو بدیم، دوستان اگه سوال داشتن در ایمیل فیلم نوشته میکنم. ولی یعنی ایمیل از ماست. یک از دوستا زهرا ربانی یک کانال یوتیوب فارسی را کرده، شاید که یعنی خیلی تشکر که ایرا شیر کردیم. شیرینگ is caring.
شاید که خیلی کسا خیلی هم مستفید شود برایشان راحت تر باشه که از همون یوتیوب استفاده کنم. ولی در صورتی که کدام سوال باشه که من بتونم شما رو کمک کنم به ایمیل هستم. بسیار خوب. تشکر بسیار زیاد میکنیم از خودت رمضان جان بخاطر زحمات زیادت. واقعا یک لکچر بسیار مقبول، زیبا، واضح و همگی. بسیار تشکر. موضوعات بسیار زیاد کاور کردی در هیچ وقت زمان 45 دقیقه که بسیار کوتاه است برای این موضوع، ولی بازم امیدوار هستم که شراکنده ها چیزایی که نیاز دارند در ماشین لرنینگ آموخته باشن. ولی چیزی که یادآور میخوام شما که این است که ما نیاز نداریم تمام پایتون یاد داشته باشیم تا برای سمت یادگیری ماشین لرنینگ و یا تطبیق الگوریتم و یاد گرفتن الگوریتم خیلی در ماشین لرنینگ ما داریم. بسیار تشکر رمضان جان از خودت. تشکر و حالا میریم با 5 دقیقه وقفه و بعدا برمیگردیم با سشن دومی که در رابطه با essential libraries for data manipulation and analysis with NumPy and Pandas که توسط لیلا ارائه میشود. تشکر بسیار زیاد. تا 5 دقیقه دیگه دوباره برمیگردیم.